سلام. کمتر از 2 روز مونده که ما بریم ایران. با من باشین که توی این 2 روز من قراره چه کارهایی انجام بدم. الان داریم میریم به سمت خرید کردن و سوغاتی بخریم و وسیله‌ای که لازم هست رو من بخرم. با من باشین. خب تا اینجای کار که ما از زارا و کیکس خرید کردیم و بارون گرفته اومدیم بیرون. قشنگ داریم خیس میشیم. به نظرتون این چطوره؟ منم اینجا منتظر اینم که یک نفر از داخل اتاق فرو بیاد بیرون. همه وقتمو این چیزا گرفتش. اومدیم سرم خیلی درد گرفته. اومدم یه آلاورا گرفتم چون بقیه جا خیلی شلوغ بود. با تو صف وای میستادیم و هنوز خرید ما ادامه داره. بالاخره یه جا رو پیدا کردیم بشینیم یه ذره، بعد دوباره ادامه خریدمون انجام بدیم. ولی امروز انقدر شلوغه، من زیاد جای شلوغ عادت ندارم، سرم خیلی درد. اینجا رو یه دفعه پیدا کردیم. این محصولاتیه که من همیشه استفاده میکنم، اینترنتی میخرم، ولی اینجا قشنگ داخل مغازه است. همه اون چیزایی که من استفاده میکنم هم دارم، ولی داخل سایتش من میخوام همیشه تخفیف داره. اینجا تخفیف آنچنانی نذاشته واسهشون. اینا تخفیف خورده، سرم حلزونش رو وکیل کننده و ایناست تخفیف خورده. کرمای ضد آفتابش. گشنمون شده بود، اومدیم چروس گرفتیم با بستنی و اومدیم اینجا از این منظره زیبا لذت ببریم و اینجا بخوریمش. شکوفه های مشهور استکهلم. اومدیم بازار روز استکهلم. الان همه چی داره از این عتیق جاهات. چیزای خوشگل هست. اصلشو میخواری برام؟ دیگه هرچی عتیق متیق است آوردن اینجا جلوی نقره. خریدا تموم شده، ولی باید بریم یه شهر دیگه، یه خورده کار داریم، بخاطر همین باید بریم یه جای دیگه. امروز روز دومه. دیشب انقدر دیر رسیدیم خونه، گوشیم هم شارژش تموم شد، نشد کیفیم بگیرم. ولی امروز قراره که چمدونامون رو ببندیم و کارهای خونه رو انجام بدیم که فردا پرواز داریم. و همینجور که ببینید استرس من گرفته و جوش زدم. خیلی قشنگ. پولامون رو چنج کردیم به یورو، به خاطر اینکه کرونا خیلی بد میخرن داخل ایران. برای همین، به خاطر اینکه اذیت نشیم، چنج کردیم به یورو. یه خورده‌اش هم که فرستاده بودیم مستقیم به ایران. کلا این سفر احساس میکنم منو داره خیلی خسته میکنه از همین اولش، چون من تا حالا 4 دفعه رفتم ایران، تا حالا اینقدر خسته نشدم قبل از اینکه بخوام پرواز کنم. همیشه خیلی راحت رفتم، ولی این سری برای همه چیزم مشکل داره ایجاد میشه. اومدم بیرون، چه فضای قشنگی شده. ما میخوایم بریم سفر، چه آفتابیه. ماشین لباسشویی بکنم چون نمیخوام لباسا نشسته باشه موقعی که برمیگردیم. کلا میخوام خونه رو تمیز کنم. الان امروز روزیه که میخوایم پرواز بکنیم. ساعت 11 به بچه ها گفتیم که بیان
ما رو ببرن فرودگاه. بعد یکی از دوستام هم میخواد با ما پرواز بکنه، اونم ساعت 11 قراره بیاد خونه ما. الان ساعت 10:30 و من و حسین یادمون رفته که یه چیزی بخریم، به خاطر همین اومدیم بیرون که اون چیزی که یادمون رفته رو بخریم توی نیم ساعت. امیدوارم که بتونم پیدا کنمش. بالاخره داریم سمت فرودگاه آرلاندا حرکت میکنیم بریم. ما دیگه رسیدیم، داریم چک این میکنیم. به پروازمون فقط یه ساعت اینا مونده و یه ساعت صبر کنیم، ولی بقیه چیزا خیلی راحت بود. اومدیم داخل و اینا زیاد معطل نشدیم. یه چیزی خوردیم سر دلمون بگیره که داخل هواپیما دوباره غذا میخوریم. بالاخره اومدیم داخل هواپیما. صندلیاش اوکیه. پرواز امارات دبی ما چنجی داریم، ولی تا اینجا که راحت بودیم. حالا نمیدونم تا بعدش دیگه از این پتوهای مسافرتی یه با مصرف و بالشت و از این چیزا گذاشتن واسمون. یه خورده صندلیاش کوچولوئه. از هواپیما پیاده شدیم، اومدیم چمدونامونم گرفتیم، 4 چمدون. الان منتظرم که یه دونه گوشی هستش رجیسترش کنیم، یعنی کد رهگیری براش بگیریم بعدش بریم. ولی به نظرم طول میکشه. ما رسیدیم فرودگاه، بعد هیچ کس نیومده دنبالمون. حسین داره اعتراض میکنه که چرا هیچ کس نیومده دنبالمون. چه وضعش؟ ولی ساعت هنوز 5 نشده. ما به همه گفته بودیم که ساعت 5 بیاد. هنوز 6 دقیقه مونده. از جای امیدواری هستش حسین که بیان دنبالمون. اگه نیومدم تاکسی میگیریم میریم خونه دیگه. آره؟ دوستواری نداری؟ دوستواری نداری. الان میخوایم فیلم بگیره بگیم ما از خارج نیومدیم، اونا از خارج اومدن. آره خارجی ما دارن میان بالاخره بعد این همه مدت. اگه بتونی پیدا بکنی. اون مرزی مامانت نیست؟ لباس سفیده. سرویس همشون افغانی صحبت میکنه. پیسا میده میکنی؟ وای خدایا. اونو اونجا وایستادن. واشت اینو دهن اینا سرویس. اونو اونجا وایستادن. نگاه کن خدایا. یا اول فصل زورشون میاد بیان تا این پایین دنبال ما. اینا ما باید بریم دنبال اینا. فان خدایا. دیگه خجالت کشیدن اومدن دنبالمون دیگه، وگرنه همون بالا داشتن وای میسادن نگاه میکردن که ما بریم بالا. تو جایی که اینا بیان پایین ما بریم بالا. مادر خانم و برادرها، خواهر خانمی. آجیب روش نمیشه تنها بریم. خوش اومدین خارجی ها. خوش اومدین خارجی ها. مرسی ممنون. مرسی گناه بردی. شما چرا ترشید آوردید پایین؟ گفتم که ما می اومدیم بالا زحمت زد. خارجی ها اومدن. خارجی ها. سلام علیکم. سلام علیکم آمان جان، خوب هستی؟ سلامتی خیلی سلامتی. من شما جور خوب هستی؟ چه سلام خوبی سلامت. خب این همه گل گرفتم. منتظریم بریم ماشین سوار شیم بریم بیرون. طبقه 1 اینجاست. همین
آره اومدیم بیرون الان همکف پارک رسیدیم داریم میریم سمت ماشین سوار بشیم. چمدونمون رو خودمون گرفتیم خدا وکیلی.